همه چیز از یه تصمیم ساده شروع شد، یا شایدم یک اشتباه. امشب قرار وارد جایی بشم که خیلی حتی نزدیکشم نمیشن. یه قبرستون وسط شهر بدون هیچ نوری و هیچ همراهی. میگن بعد ساعت 12 اینجا فقط سنگ‌ها نیستن که نفس میکشن، صداهایی هست که توضیحی براشون پیدا نمیاد و سایه‌هایی که مطمئن نیستی واقعی هن یا فقط ترس تو. خیلی از قبرستون‌ها شب‌ها بسته میشن، نه به خاطر امنیت، بلکه به خاطر صدای عجیب غریبی که از توی این مکان‌ها میاد. شام باورتون نشه ولی قرار ولاگ بگیرم. امشب قرار بریم قبرستون، یه فاصله تقریبا 4 کیلومتری تا خونمون. نمیدونم قرار چی بشه، بس برکی بریم. اولش که داشتم میرفتم همه چی در حد شوخی بود، ولی ادامه داستان همه چیز عوض شد. تازه اول راهیم، تا اونجا خیلی مونده. اینجا کم تاریکه، کم فیلم گرفتن سخته، ولی خب برسم یه روشن‌تر بیشتر صحبت میکنم درباره ایران. این مسیری که قرار دارم میرم تا قبرستونه، اگر اشتباه نکنم 5 کیلومتری هست. قرار راه برم تا قبرستون برسم. حالا اگر درش باز باشه شانس بیارم میرم داخلش، ولی اگر نشد از همون بیرونش یک فاتحه میکنم واسه ارواح، واسه روح، واسه مرده ها. ولی خیلی دوست دارم برم داخلش. میگن شب توی قبرستون ارواح زیاده. من راست میگم. تقریبا 1 کیلومتر رد کردیم، یه 2-3 کیلومتر تا 4 کیلومتر دیگه مونده تا برسیم. هیجان در پیش است. رسیدیم به این اتوبانه که نزدیکه، یعنی وصل میکنه اینجا رو تقریبا به همون قبرستون. اتوبان بزرگیه و داریم همین توی ادامه میدیم که برسیم بهش. اونجا هم که تقریبا بیابون مانند. وسطای راه به خودم میگفتم بی خیالش ولاگ کیلو چنده، ولی یه چیزی تو دلم میگفت مگه قرار اونجا چه اتفاقی بیفته. یه جورایی کنجکاو بودم. زیاد اطلاعی درباره شب ندارم داخل قبرستون. این ارواح خیلی زیاده. قرار یه ولاگ دیگه بگیرم، یه شب تا صبح دقیقا داخل خود قبرستون بمونم، فقط به شرط اینکه حمایتایشو بمونم. همینو با من چجوریه چند صدای موتور خیلی زیاد بود. همه حمایت شما کنی یه شب تا صبح چالش. چالشی بیشترم توی قبرستون میمونم و واسهتون کامل میگیرم که جو چجوریه، چه اتفاق قرار بیفته. سابسکرایب لایک حتما یادتون نره. حمایت. داریم میریم برای خیابون که تقریبا نزدیکتر بشیم به قبرستون. ماشین ها رو داریم میبینیم، سرعت بیشتر بریم. رد شدیم آخر. تقریبا بعد یه سرازیری بیشتر مونده که رد کنیم دیگه. میخوریم داخل یه جاده خاکی که اونجا دیگه میریم داخل قبرستون. ارواح، روح و مردگان با اونا بیشتر از شما میشه. امیدوارم البته باز باشه که ناقص‌تر نیم فیلم بلاگ. اینجا یه پله، ببینی فکت عجیبی هم هست که میگه بعضی از نقاط قبرستون ناگهان توی شب سردتر از بقیه جا میشه. رسیدیم به جاده خاکیه دیگه. تازه داره شروع میشه. اون ترس و دلهوره شوخی میکنم، ترس نداره دلهوره قبرستون. رفتیم تو جاده خاکی.
تقریبا اینجا داریم میرسیم به تاریکی. دیگه نمیتونم زیاد فیلم بگیرم تا حالا. اونجا قبرستونه که رسیدیم خیلی تاریک، اصلا فیلم درست در نمید. خب نزدیک شدیم یکش رسیدم، حتما دوباره فیلم بگیرم. آقا اینجا که رسیدیم یا همه چی ساکت شد، آروم شد. یه حس بد، تاریکی مطلق. چرا قبرستون باید بیابون ساخته بشه؟ وقتی به اون تاریکی رسیدم تقریبا دلهرم داشت چند برابر میشد، ولی خب نمیتونستم قیدشو بزنم چون تا نزدیکای اون قبرستون رفته بودم. به خاطر همین تصمیم گرفتم تا آخرش برم و پای اون چالشایی که قرار واسم اتفاق بیفته وایسم. رسیدیم به قبرستون، درش بازه، چه وحشتناکه، تاریک. رسیدیم توی قبرستونیم. یکم برم جلوتر قبر مردم مردم بهتونشون میدم. خیلی استعادیه. صدای خاصی میاد، نمیدونم قرار چی بگه. آقای زنده درد اینجا داریم سمت آب خودش. کی ساعت 12 شب میاد قبرستون آب بخوره که من دفعه چه کاری میکنم. توی گذشتم بعضی از قبرستون ها درس این که زنده به گور یک مرده رو کرده باشن توی قبر، زنگ هشدار توی اون قبر میذاشتن. هیچ کس نیست، فقط خودم تنم. یه سری عجیب غریبی میده، نفسم داره بالا میاد. هیچ کس نیست. قبرستون خیلی بزرگه، زیادم نیست که ساخته شده فکر کنم به چند سالیه، از زیاد قبرستون جدیدی نیست. قطعه 2شونه هیچ کس نیست، هیچ کس. امیدوارم که حالتون خوب باشه، ولی حال من اصلا خوب نیست. یه حس خیلی سنگینی میده اینجا. احساس کنم یه چیزایی عجیب غریبی اینجا داره رد میشه، نمیدونم چیه. بریم بقیه‌اشو بگیریم با هم بلاگه تا آخرش ببینیم واقعا چیه، چه اتفاقی میفته. نمیدونم شما یه چیزایی حس میکنی کنار حالا یک قبرستونه یه اتوبان هم هست که سر صدا خیلی زیاده. هیچی مشخص نیست، دقت تارکه. خب با خدایی که میبینی ببر نمیدونم یه احساس من یه چیزی رد شد. خب با خدایی که میبینی ببر نمیدونم یه احساس من یه چیزی رد شد. اینجا یه چیز دیدم مثل شبیه نمیدونم با عروسیه، شهر با عروسی گرفتن. میبینی عجیب غریبه عجیب. یه اول یکی دیگه هم اینجا هست، میبینی قلبم داره میگیره. یه جوریه عادی نیست واقعا. احساس ما یکی داره دنبالمون میاد، داریم کم کم میریم دیگه چون خیلی سایه‌اش سنگین دار میشه. واقعا حسم اینه که یک نفر دنبالمون داره راه میفته. شد باید باورم نمیشد اینطوریه. بعد میخوام یه روز کامل شب بیام بمونم تا صبح، نمیدونم همچه چالشی میشه. من باید ازش داری میریم بیرون. خداحافظ قبرستون. واقعا جو سنگینی داره، احساس کنم واقعا این چیزی داره دنبالمون میاد. چالش باحالی بود. ساعت 12 شب توی قبرستون، یا توی جاده خاکی. چقدر رفتیم تا رسیدیم. ببینم سابسکرایب یا لایک خوب میخورم.
چالش بعدی یک شب کامل تو قبرستون سپری میکنم. قول میدم. یه داستانایی هست که هنوز هیچ کس بهتون نگفته. اگر میخواین این داستانا رو بیشتر با من بگذرونی فقط کافیه منو سابسکرایب داشته باشی. تا روز دیگه و یه داستان دیگه با